در مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه تحت ریاست رئیس شهر رئیس وکیلانی مجلس خلق شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی اجلاسیای 16 مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه دعوت پنجم برگزار شد. همکاران ما گزارش می‌دهند. امروز در تالار مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه اجلاسیای 16 مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه دعوت پنجم دایر گردید. در کار اجلاسیه رئیس شهر دوشنبه، معاون یکم، معاونان رئیس شهر، رئیسان ناحیه‌های شهر دوشنبه، راهبر و معاون راهبر دستگاه رئیس شهر، راهبران ساختارهای دستگاه رئیس شهر، مؤسسه و کارخانه‌های نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی، اینچنین نمایندگان وسایط اخبار عامه اشتراک داشتند. اجلاسیه مطابق قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره مقامات محلی حکومت دولتی و در اساس قرار رئیس شهر دوشنبه دعوت کرده شده تحت راهبری رئیس مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی صورت گرفت. پس از انتخاب کاتبات و هیئت تحریریه اجلاسیه، وکیلان روزنامه کاری آن را تصدیق نمودند که با آن سه مسئله از جمله حسابات معاون یکم، معاونان رئیس شهر دوشنبه و رئیسان ناحیه‌های شهر جهت آمادگی به موسم تیرماه و زمستان سالهای 2018-2019 در شهر دوشنبه، حسابات معاون رئیس شهر دوشنبه عاید به وضع رشد سیاحی در پایتخت و تصدیق قرارهای رئیس شهر دوشنبه وارد گردیده بود. در آغاز کار اجلاسیه معاون رئیس شهر دوشنبه فاروق جمعه‌زاده دایر به آمادگی به موسم تیرماه و زمستان سالهای 2018-2019 حسابات داد. ضمن بررسی مسئله مذکور، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی توجه مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و وکیلان خلق را به مسئله اجرای نقشه چاره‌بینی‌ها جهت سری وقت آماده نمودن و تامین فعالیت منتظم تمام انشاءات خواجگی خلق پایتخت در موسم تیرماه و زمستان سالهای 2018-2019 جلب نموده، از جمله تاکید داشتند که با اینابت سرد پیشگویی گردیدن زمستان امساله تمام ساختارهای مربوطه پایتخت باید برای به مشکلی پس سر نمودن آن همه جانبه آمادگی گیرند. از جمله رئیس شهر به معاون یکم، معاونان رئیس شهر دوشنبه، رئیسان ناحیه‌های پایتخت و راهبران ساختار و نهادهای مربوطه پایتخت دستور دادند که دایر به آماده و پیوست نمودن بناهای استقامتی و انشاءات‌های پایتخت به سیستم گرمی‌دهنده شهر دوشنبه، تامین منتظم اهالی با برق، فعالیت منتظم نقلیات جمعیتی شهر، آماده‌سازی پوره مؤسسه‌های دولتی استفاده‌بری راه‌ها، انجام دادن کارهای تعمیر اساسی و جاری راه‌های اتومبیلگرد، آماده نمودن نظام آبپرتای شهر، تامین معتدل و با صفت آب نوشاکی، ذخیره کافی مواد سوزشواری و انگشت و نظارت گنراتورهای برقی در مؤسسه‌های ساحه معارف، تندرستی و فرهنگی تدبیرهای مشخص را عملی نمایند. رئیس شهر همچنین مسئولین ساختارهای مربوطه پایتخت را جهت پیشگیری بالاروی نرخ مال و محصولات نیاز اولیه، ذخیره کافی آن برای دوره زمستانگذرانی و تامین نمودن بازار استعمالی ساکنان در موسم سرما موظف کردند. سپس حسابات معاون رئیس شهر دوشنبه معصومه معینی عاید به وضع رشد سیاحی در پایتخت شنیده شد. در وقت محاکمه مسئله مذکور، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی از تطبیق برنامه و نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه در سمت رشد وضع ساحه سیاحی، مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه را جهت اجرای سری‌وقتی و با صفت برنامه و نقشه چاره‌بینی‌ها موظف نمودند. همچنین دستور داده شد که بهر رشد خدمت‌رسانی انفراستراکچور سیاحی پایتخت تدبیرهای ضروری اندیشیده برای تهیه خریطه سیاحی، پیشنهاد رویخط جایهای سیاحت و تشکیل کورس‌ها جهت آموزش هنرهای مردمی صفتناک برای ماندن خدمت‌رسانی و معاشرت درست به مهمانان و سیاحان در فرودگاه، مهمانخانه و طربخانه‌ها، بازار و مرکزهای سودا، نقلیات جمعیتی، مرکزهای فرهنگی و فراغتی و اینچنین تهیه لایحه مکمل‌سازی انفراستراکچور خدمت‌رسانی سیاحی تدبیرهای ضروری اندیشیده شود. با مقصد درک نمودن اهمیت سیاحت در رشد اقتصادی و اجتماعی پایتخت و تحکیم مناسبت نیکبینانه با مهمانان و سیاحان داخلی و خارجی، مسئولین ساختارهای مربوطه و مقامات حفظ حقوق شهر موظف کرده شدند که کارهای ترغیباتی و تربیوی و اخلاقی را میان ساکنان تقویت بخشند و برای تامین امنیت سیاحان منتظم کاربری نمایند. همچنین وظیفه‌دار کرده شدند که شورا عاید به رشد سیاحی در شهر هرچه زودتر تأسیس داده شده، از نتیجه کارها تا 1 نوامبر سال روان به رئیس شهر گزارش پیشنهاد کرده شود. رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی از راهبران و مسئولین تمام ساختارهای پایتخت طلب کردند که جهت تطبیق دستور و سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و قرارهای رئیس شهر دوشنبه در سمت رشد و پیشرفت و آبادانی شهر و فراهم آوردن شرایط مساعد زیست و زندگی به تمام قشرهای جامعه به طرف نبوده، دایر به همیشه تازه و آزاده نگاه داشتن شهر، گذراندن کارهای فهماندهی میان اهالی، تامین فرهنگ شهرنشینی و مطابق
гардониндани сатҳу сифати хизматрасонӣ дар пойтахт мутобиқ ба талаботи муосири шаҳрдорӣ, инчунин бо назардошти чорабиниҳои муҳими сатҳи байналмилалӣ ки имсол дар шаҳри Душанбе баргузор мегарданд, тадбирҳои мушаххас амалӣ карда шаванд. Иҷлосияи 16-уми Маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе як қатор қарорҳои қабулнамудаи раиси шаҳри Душанберо дар робита ба масъалаҳои муҳими соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ баррасӣ ва тасдиқ кард. Аз рӯи ҳамаи масъалаҳои муҳокимашаванда қарорҳои дахлдор ба тасвиб расид.